و باز هم یک خبر شوکه کننده، پسری که به خاطر یک لپتاپ جونش رو از دست داد، اون هم توی ایران، که ادعا میکنه امنیت براش حرف اول رو میزنه. پلیسا چجوری قاتلا رو دستگیر کردن؟ همه چی داخل این ویدیو هست. یه پسر 19 ساله به اسم امیر محمد، دانشجوی دانشگاه تهران، توی مسیر برگشت به خوابگاهش روی پل گیشا افتاد تو دام 2 سارق موتورسوار. این 2 قصد داشتن کوله پشتیش که توش لپتاپش و گوشیش بود و بدزدن. امیر محمد مقاومت کرد، اما یکی از دزدا با چاقو زدش و بعدم وسایلش رو قاپید و رفت. مردم که دیدن پسر زخمی روی زمین افتاده، سریع به اورژانس خبر دادن، بردنش بیمارستان شریعتی، ولی متاسفانه صبح روز بعد جونش رو از دست داد. پلیس آگاهی تهران از همون لحظه تحقیقاتش رو شروع کرد. مشکل این بود که دوربین‌های مداربسته یا کیفیتشون پایین بود یا زاویهشون خوب نبود. ولی با این حال بعد از چند روز یکی از قاتلا رو شناسایی کردن و افتادن دنبالش. بعد از قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران، پلیس تهران تحقیقاتش رو شروع کرد. با اینکه سارقان چهره‌هاشون رو پوشونده بودن و پلاک موتور رو مخدوش کرده بودن، اما یه سارق سابقه دار که خودش تحت تعقیب بود با پلیس تماس گرفت و گفت یکی از دوستانش به نام احمد بهش گفته که تو محدوده دانشگاه پسری رو به خاطر سرقت کوله پشتیش به قتل رسونده. این اطلاعات باعث شد پلیس احمد رو و همدستش امیر رو دستگیر کنه. احمد زمانی که برای عیادت یکی از دوستاش به بیمارستان در جنوب تهران رفته بود دستگیر شد و امیر هم در مخفیگاهش به دام افتاد. این 2 نفر در بازجویی‌ها به خاطر سرقت اعتراف کردن و گفتن که انگیزشون سرقت بوده. اونا همچنین اعتراف کردن که در 2-3 ماه اخیر 30 یا 40 فقره سرقت رو در اون محدوده داشتن. خانواده امیر محمد از دستگیر شدن قاتلان تشکر کرد و خواستار اشد مجازات برای اونا شدن. پدر امیر محمد گفت پسر من توسط افراد شرور به قتل رسیده و در این بین اجازه نمیدم که عده‌ای منافق از خون پسرم به نفع خودشون سوء استفاده کنن. پلیس اعلام کرده که این افراد از اتباع خارجی نبودن و انگیزه اصلیشون سرقت بوده. همچنین لپتاپ امیر محمد از اونا کشف شده. رفاه و امنیت کشور ما به محدوده‌ای رسیده که به خاطر یه لپتاپ حاضرن جون همدیگر رو بگیرن. خداوند روح امیر محمد رو غنی رحمت کنه. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با ما بودین.